واقعا اگر به آثار و حدیث ها نظر کنید، فضیلت عثمان رضی الله عنه از حضرت علی بالا هست، برای آنکه هر دوی اینها داماد بودند. به عثمان 2 دختر دادند، به علی 1 دختر. و بله، دختری که به علی دادند بهتر است از 2 دختری که حضرت عثمان رضی الله عنه خاندار شده بودند. ولی پیامبر علیه السلام گفتند که اگر وقتی که دویمین همسر عثمان از دنیا گذشت، پیامبر علیه السلام گفتند که اگر باز یک دیگر دختری می داشتم اونم به عثمان می دادم گفتند. و حضرت ابو ایوب انصاری میگویند که من لم یقدم عثمان علی علی فقد ازرا بالمهاجرین والانصار. کدام انسانی که عثمان را بر علی مقدم نداند، در حقیقت به تمام مهاجرهای و انصاری ها یعنی تحقیر آورده است. سخن حضرت ابو ایوب انصاری را که بسیار سخن بزرگ است، کسی که عثمان را اگر بر علی مقدم نداند تحقیر مهاجرین و انصار کرده است. برای چی؟ برای آنکه تمام مهاجرین و انصار، آنهایی که الله سبحانه و تعالی برای آنها ثنا گفت، اینها آمده با عثمان بیعت کردند، به پادشاهی و خلیفگی ایشان آنها دست دادند و عهد و پیمان دادند. اینا شخصیتایی که غلط نمی کردند، یعنی عموم اینها عدل هستند. الله تعالی در سوره انفال میگوید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. آنهایی که ایمان آوردند و هجرت کردند از مکه به مدینه و جاهدوا فی سبیل الله، در راه الله جهاد کردند، والذین آووا، و آنهایی که به مهاجرین جای دادند یعنی انصاری ها، و نصروا، و نصرت دین، نصرت پیغمبر و نصرت مهاجرین کردند، اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمن های حقیقی هستند، یعنی مهاجرها و انصارها. لهم مغفره و رزق کریم، برای آنها مغفرت است و رزق کریم است، جنت است. الله سبحانه و تعالی آنها را بسیار ثناهای عظیم در حق مهاجرین و انصار کرده است. آنها حضرت عثمان را از حضرت علی مقدم دانستند. بنابراین کسی که اگر بر خلافت یکی اینها طعنه زند و از خری خانگیش هم گمراه است.